امروز پنجشنبه است 18 ینور سال 2024 از چیله کلون تخمینا یک ماه سپری گشت و موافق مشاهده های ما که 14 سال باز اینجا همراه بنیادگذاران کاخ نور کار و پیکار داریم این موضع پره زیر برف قرار داشت و الحال میبینیم که نهال ها گل کردند این بادام اصلا در ماه های مارت یا هیچ نباشد آخرهای فوریه بازم به شکفتن سر میکرد ولی امسال در چیله کلان در قسمت قریب دهه انجامیابی چیله میبینیم که پره گل کرده است و در یک قسمت های نسبتا با پایانتر حرکت را میبندد نمیدونم عاقبت این را خدا بخیر بیارد این معجزه است البته چون که گاه میشنیدیم که گویا در چیله هم بعضا معجزه پیش میآید که درختان گل میکنند این را شنیده بودیم اما در دوام 70 ساله که ما پشتی سر کردیم با چشم خود بار اول میبینیم که در قسمت آخری چیله زمستان بادام گل کرده است و اگر 10 روز دیگر همیشه ادامه یابد و خود را میبندد این در موضع راه